کی داستانه شروع دوباره رو دوست نداره؟ داستان نفراتی که شاید زندگی باشون عادلانه برخورد نکرده و بعد به وسیله شانس یه نفر، یه اتفاق، یه فرصت که کائنات جلو پاشون میذاره میتونن تمام اتفاقای زندگیشون رو پشت سر بذارن و با یه خانواده جدید یه زندگی جدید برای خودشون شروع کنن. جیمز گان به شخص عاشق این مدل داستان گفتنه. گاردینز اف گالاکسی والیوم 1 و 3 با اینکه بخشی از MCU بودن، بازم جیمز گان اجازه نداد که داستانشون توی MCU محو بشه و در آخر داستان این تفکران رو گفت که چجوری توی کهکشان بی پایان همدیگر رو پیدا کردن، خانواده هم شدن و به هم اجازه دادن که بهتر بشن، با تروماهاشون روبرو بشن و اون رو پشت سر بذارن دونه بدونه. که از نظر همه این سه فیلم گاردینز اف گالاکسی بهترین تریلوژی هن که MCU تولید کرده و این موفقیت جیمز گان بی‌ثمر هم نبود. انقدر تو این پروژه ها خوب بود که بعد از اینکه مارول و دیزنی انداختنش دور، اومد با وارنر برادرز کل کنترل DC رو دستش داد و الان داره کل پروژه های DC زیر نظر اون ساخته میشه که جایتین اثرش شده فیلم سوپرمن و سریال پیس میکر. جفتشون هم از مخاطبا نمره‌های خوبی گرفتن. ولی علیرغم همه اینا، جیسس یوتیوب و اون یارو که تو بریکینگ بد میگفت بیچ بهترین نسخه از این داستان رو ساختن. مهمترین کار یه قهرمان چیه؟ که جون آدم‌ها رو نجات بده، که با جرم و جنایت مبارزه کنه، که از بی‌عدالتی جلوگیری کنه. تمام چیزایی که گفتم شاید فقط عناصری هستن که قهرمان بزرگ رو تشکیل میدن. ولی از نظر من چیزی که یه قهرمان رو قهرمان میکنه اینه که الهام بخش باشه. چون تو نمیتونی تو هر نبردی مبارزه کنی، نمیتونی تمام زندگی ها رو نجات بدی، نمیتونی تا ابد با بی‌عدالتی بجنگی، ولی میتونی کاری کنی که نیاز به جنگیدن نباشه. دیسپچ داستان رابرت، یه قهرمان به اسم مکامن که بعد از یه بازنشستگی زودهنگام باید با همین وقایع روبرو بشه. چون برخلاف بقیه، رابرت خودش هیچ وقت این راه انتخاب نکرده. از لحظه به دنیا آمدنش تنها چیزی که میدونسته قهرمان بودنه. چون اون لباسی که ازش استفاده میکنه قبل از اون متعلق به پدرش بوده و قبل از پدرش متعلق به پدر بزرگش. از دید رابرت راه دیگه به جز انجام کار درست وجود نداشته و همین طرز فکری که در نهایت باعث سقوط اون میشه. چون در واقع بدون اون سوت، بدون اون لباس، رابرت فقط یه آدم معمولیه. مثل آدمای معمولی درد میکشه، مثل آدمای معمولی خونریزی میکنه، مثل آدمای معمولی خسته میشه. ولی بار مسئولیت، بار توقعی که از پدرش به ارث برده باعث میشه که یه شب بیشتر کار کنه، یه مبارزه رو بیشتر بجنگه و وقتی به شکنندگی خودش پی میبره که دیگه خیلی دیره. این ستاپ کلی داستان دیسپچه. یه قهرمان شکست خورده که زمین خورده و دیگه راهی به رفتن نداره، ولی هنوز به مقصدش نرسیده. شاید خیلی منحصر به فرد به نظر نیاد، ولی خب هیچی دیگه منحصر به فرد نیست. هر چیزی که شما بتونین فکرشو بکنین قبلا و صدها بار انجام شده و انجام خواهد شد. ولی این برای داستانگو و سبکی که اون داستان میگه است که شما رو جذب کنه به داستان خودش. و خوشبختانه دیسپچ چند تا از بهترین قصه گوهای تاریخ رو پشت خودش داره. تلتل استودیوز. چون اگه دقت کرده باشین دیسپچ سریال نیست، یه فیلم هم نیست، حتی یه بازی معمولی هم نیست. دیسپچ بازی سریالی که قسمتش در بسته‌های دوتایی طی 4 هفته پخش شدن و به این سبک از بازی چندین اسم مختلف دادن. اینتراکتیو استوری، چوز یور اون ادونچر، به اسمی که بهش معروف شده جدیدن تلتل گیمز. تلتل گیمز استودیو نیستش که این سبک از بازی اختراع کرد. اگه بخوایم ریشه‌شو بگیریم به دهه‌ها قبل برمیگرده. این به بازی مثل مانکی آیلند که تو دهه 90 اومده بیرون. ولی استودیویی که واقعا فرمول گرفت، بازیایی که توش دیالوگ و داستان حرف اول میزنن برخلاف گیم پلی، بازیایی مثل The Walking Dead، Wolf Among Us، Tales of the Borderlands و صدها اثر دیگه. بازیایی که به جای گیم پلی معتاد کننده، نراتیو و داستان معتاد کننده داشتن. به کیفیت این داستان به قدری بالا بود که خیلی‌ها ورژن تلتل رو به ورژن‌های سینماتیک و هالیوودیشون ترجیح میدن. و سران اصلی این استودیو به دلیل اختلاف نفرات بالاتر تو سال 2018 از تلتل جدا شدند. این نفرات مایکل چانگ، نیک هرمن، دنیس لنارد و پیر شورت بودن. این 4 نفر از تلتل جدا شدن و تصمیم گرفتن استودیو خودشون به اسم ادهاک استودیوز بسازن. و وقتی این استودیوی نوپا شروع به کار کرد، همه بی‌صبرانه منتظر بودن که ببینن اثر جدید از این تیم خلاق چی خواهد بود. که بالاخره بعد از سالها انتظار تو گیم اواردز 2024 از اولین اثر اورجینال این استودیو رونمایی شد که اون اثر میشه دیسپچ که بعداً تو 25 اکتبر سال 2025 به همون سبکی کلاسیک تلتل دو قسمت
دیسپچ عرضه شد و مورد استقبال همه قرار گرفت. ولی یه سوالی که حتی از زمان تئاتر هم وجود داشت اینه که چرا اصلا همچین سبک از بازی وجود داره؟ چرا من باید یه بازی انجام بدم که فقط داستانه و فقط مثل سریال میمونه، فقط فرقش اینه که من دیالوگ‌های مختلف انتخاب می‌کنم و اینجوری نیست که بازی اکشن تا استوری اصلا نداشته باشه و آری از استوری باشن و الان فقط گیم پلی باشن. بازی اونجوری هم هستن ولی بازی مثل God of War Ragnarok، Metal Gear، Witcher، Persona همه این بازی به خاطر داستاناشون مورد تمجید و تشویق قرار گرفتن تا سال‌های مختلف. ولی همه این بازی که مثال زدم مخصوصا پرسونا ده ها ساعت گیم پلی دارن و مخصوصا بازی RPG مثل The Witcher یا پرسونا که میتونن ساعت ها حتی بعضی وقتا طول بکشن برای اینکه داستانشون کامل تو بتونید تجربه کنید. و خب این برای همه نیست. شاید یه نفر از این بازی به اندازه کافی لذت ببره که 100 ساعت بازی کنه ولی خب شاید یه نفر دیگه این کارو نتونه بکنه. و از طرف دیگه بحث سختی بازی است. حالا شاید برای شما یه بازی مثل God of War یا پرسونا سخت و پیچیده نباشه. ولی خب من اگه اینو به یه نفر رندوم تو خیابون نشون بدم نمیدونم چجوری قانعش کنم که ساعت‌ها به این منو زور بزنن و بازیش کنن. ولی خب بازی تلتل این مانعو ندارن و بیشتر اوقات گیم پلی بازی ختم میشه به انتخاب دیالوگ تو نقاط کلیدی که بعدها مثلا باستابشون تو داستان معلوم میشه. برای همین تو دست هر کی بدی راحت میتونه این بازی رو تجربه کنه. و خب اینجا یه سوال دیگه پیش میاد. چرا اصلا بازیه؟ چرا سریال نیست؟ اینجاست که نقطه قوت بازی ها تو داستانگویی به چشم میاد. چون هر سریال و هر فیلمی یه پنجره است به اون دنیا و شما از اون پنجره دارین یه داستان تجربه میکنین که تو اون دنیا داره اتفاق میفته. ولی تک تک بازی تاریخ این قدرت دارن که به جای اینکه شما یه پنجره فقط اون داستان تجربه کنین، شما رو تو کفشای همون پروتاگونیست و اون داستان قرار میده. اون داستان داره به شما اتفاق میفته و شما تو مرکزش هستین. برای همین کوچکترین داستان و کوچکترین استوری بیتی که تو اون داستان اتفاق بیفته بیشترین ایمپکت رو روی شما خواهد داشت و این قدرتی که هیچ مدیایی دیگه ای نداره، نه کتاب، نه فیلم، نه سریال. و اینجاست که بازی مثل دیسپچ میدرخشه چون داستان فوق‌العاده قوی داره و با گذاشتن شما تو نقش پروتاگونیست قدرت این داستان 100 برابر میشه و هر لحظه خوب، هر لحظه بد، هر لحظه دراماتیک، هر لحظه اکشن به همون اندازه قوی تره. من نمیتونم بدونم بیشتر از این اسپویل کردن داستان دیسپچ از اون تعریف کنم. پس تنها تعریفایی که میتونم ازش بکنم اینه که جوایزی براش نامزد شده بود و نام ببرم تو گیم اواردز. به فقط کسایی که پشت این پروژه ان نام ببرم. از بازیگران عالی رتبه مثل ارون پال و جفری رایت و اسلو پیشوایی که پشتشن، لورا بیلی، ارین یوت من فکر کنم درست میگم. حتی چند یوتیوبر هستن که توی این بازی نقش آفرینی کردن. موست کریتیکال، جک سپتیکای و آلانا پیر و واقعا همه تو نقششون فوق العاده ان. از بازیگر هالیوود گرفته تا اونایی که یوتیوبرن و تجربه زیادی توی صدا پیشگی ندارن. همه عالیان. Hey team, this is your dispatcher, Robert Robertson. Right, that's why you brought me to this conference room to strip down in front of you. Profesh. Hey, if I feel another ounce of pity from you, I will run you over in a parking lot and say it was an accident. They'll believe me because it looks like I'm wearing diapers. Well, I'm wet. I see why you like him. Look at that trip. What does that look? Best Buy Fight Club? Fucking hot. I'm not quite drunk enough to share my origin story just yet. But remind me to tell you someday. You gonna eat those Twinks? You gotta drop and roll, lad! بس واقعا پیشنهاد می‌کنم اگه شرایطش دارین و دیسپچ توجه شما رو جلب کرده به نظرتون چیزی که شما دنبالشین واقعا ارزشش داره که تجربهش کنین، بازیش کنین. ولی میگم متأسفانه یه بریری داره که انگلیسیتون باید یه جوری فول باشه و آره. ولی مثلا اگه مثلا کسی هستی که فکر میکنم با داستان سوپر هیرو و مثلا کمیکای اینجوری مثلا سبک شما نیست، فکر نمیکنم چیزی باشه که مثلا شما بدتون بیاد ازش. مثلا اینجوری نیستش که مثلا فیلم های مارول باشه یا دی سی، نه هیچ ربطی مثلا به اون نداره، یه چیز کاملا جداست. کمیک انحصاری خودشه و اصلا کاملا میچوره و المنتی نیستش که بگین آه مثلا خیلی بچگانه. یه ذره یه جایش مثلا کمیکی هست ولی همش فانه. آره و من احساس کردم چیزی درباره دیسپچ باید بگم. تو میگم با اینکه بازی نیستش که من معمولا سبک من باشه اینا، ولی انقدر خوب بود که گفتم من باید چه چیزی دربارش گفته باشم. مرسی که به زیتاره من گوش کردین و تا قسمت‌های بعد بدرود.